نگار میتونی ببر. واو. من نمیخوام ببرم کسی رو. میتونی ببر. چی؟ نمیبینمت. چی؟ نمیبینمت. چشات ضعیفه دکتر نمیدونم اینجا والا تو هستی همه یا جات نه. ضعیف بود، نه صدا میشنیدی نه میدیدی. من قوی ولی میتونی عزیزم، ببر. تو اگه قوی بودی الان با شنیدن این حرفا رو پاش نمی نشستی. من قبلش نشسته بودم. مشکل داری؟ از قبل میدونستی عزیزم. آره من رو هر جاش بخوام میتونم بشینم. در اون که شکی نیست. تو کلا دختری هستی. دوست پسرمه. ببین این ولت کرده اینم گردنت نگرفته عصبانیت من اینجوری با تو بخوام اینجا میشینم بخوام اونجا میشینم هر جا که دلم بخواد میشینم. خب باشه مال تو سفت بگیر. خب همسایت بگو دوست. دهنشو باز نکنه برای بقیه. خب من احترام میذارم صحبت میکنی. من امروز یک دقیقه یه دقیقه هم پیش شاهین نمیرم. برو از امشب یعنی از الان تا شب ببینم میتونی برش دار. من اگه بخوام میتونم ولی اگه نخوام والا خیلی برش میخوای نمیدارم. لح لح میزنی. یک دو این که من اگه لح لح بزنم یا نزنم حداقل به یکی میمالی به یکی بمال دیگه وسط رقص نیا. آخه دیدم میخوای که به همه یهو بمالی اینجوری یا؟ کردی برای شاهین. منم رفتم اینجوری کردم گفتم که من اینجوری نکردم تو شاید اینجوری دیدی. نه من همه چی رو دیدم. آره